انا لله و انا الیه راجعون. وطندارای عزیز و نازنین، در این ویدیو میبینین که این طفلک با این معصومیتی که داره، یعنی معصوم ترین از معصوم از این کودک، سر کنین که به چی قسم به چی حالت جان خدا به جانان مسپاره، که واقعتش خداوند پاک گناه های ما بگذره. خداوند پاک خودش بالای ما رحم بکنه، که یعنی یک کودکی که تا هنوز هیچ گناه مرتکب نشده و به هی حالت جان خدا به جانان مسپاره و در حال جان دادن است، که واقعتش انسان دلش پاره پاره میشه، که یعنی ما در این زندگی هستیم و در این حالتی که هستیم با این گناه هایی که ما کردیم. خداوند پاک خودش بالای ما رحم کنه، از عذاب قبر آتش دوزخ ما را نجات بده. الذين صبروا على ربهم يتوكلون.